اولین کشوری که حق رأی زنان رو به رسمیت ایران. شناخت. آقای پرتقال و خانم پیاز به کی خیانت کردن؟ بادم جون. این عکس چه خوراکیه؟ باسلو. آسمون حلقوم. تو قرن 18 چه میوه‌ای انقدر گرون بود که انگلیسی‌ها کرایش می‌کردن موز. شوآف کنن؟ موز. موز. نه. موز. فاتر پروفسور لوپین به چه چیزی تبدیل میشه؟ موش. گوجه نه، فرنگی. درست. درسته؟ آره. برو بیرون. شما برنده این سری مسابقات آناناس طلایی. اولین کشوری که حق رأی زنان رو به رسمیت ایران. شناخت. آقای پرتقال و خانم پیاز به کی خیانت کردن؟ بادم جون. این عکس چه خوراکیه؟ باسلو. آسمون حلقوم. تو قرن 18 چه میوه‌ای انقدر گرون بود که انگلیسی‌ها کرایش می‌کردن موز. شوآف کنن؟ موز. 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 نه. موز. فاتر پروفسور لوپین به چه چیزی تبدیل میشه؟ موش. گوجه نه، فرنگی. درست. درسته؟ آره. برو بیرون. شما برنده این سری مسابقات آناناس طلایی. اولین کشوری که حق رأی زنان رو به رسمیت ایران. شناخت. آقای پرتقال و خانم پیاز به کی خیانت کردن؟ بادم جون. این عکس چه خوراکیه؟ باسلو. آسمون حلقوم. تو قرن 18 چه میوه‌ای انقدر گرون بود که انگلیسی‌ها کرایش می‌کردن موز. شوآف کنن؟ موز. 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 نه. موز. فاتر پروفسور لوپین به چه چیزی تبدیل میشه؟ موش. گوجه نه، فرنگی. درست. درسته؟ آره. برو بیرون. شما برنده این سری مسابقات آناناس طلایی.